حالا میام سراغ کرو صفحه اینجا. از این دو تا ابزار میتونم استفاده بکنم. اگه کویکر بلند بزنم ببینید این یک این دو یه همچین خطی به من میده، میشه طرحهای چی؟ طرحهای آویز. ولی اگه بخوام طرح گوشواره باشه که این طرح مایی که الان شما باید انجام بدید طرح گوشواره است، از ادجاست کرو استفاده میکنیم، اینه و این. ببینید خط از بیرون میاد. البته من میتونم با تغییر نقاط خط رو از داخل ببرم خب، ولی ما اینو فعلا میخوایم. اوکی میدم. خط پایینیه رو نیازی بهش ندارم، پاک میکنم. نقاط رو هم پاک میکنم. یک خط دارم و یک سری کار. خب حالا میام سراغ اینو اکسترود میکنم. همین کفایت میکنم. خب بهش ضخامت میدم با استفاده از آفست به سمت داخل. درست. بعد میام چیکار میکنم؟ این و این رو با هم جوین میکنم و از گزینه پایپ استفاده میکنم. پایپ یعنی لوله کردن. پایپ رو میزنم اینجا، میتونم قطر یا شعاع بدم، ببین دیامتر یا ردیوس. قطرش رو وارد میکنم چند؟ یک.